همزمان با میلاد با سعادت آخرین منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به همت مرکز اسلامی امام علی علیه السلام اولین دوره مسابقات قرآن کریم در سه رشته قرائت، حفظ و اذان با حضور قاریان برتر شمال اروپا شامل کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و آلمان از روز جمعه 31 خرداد لغایت 2 تیر ماه در محل مرکز اسلامی امام علی علیه السلام واقع در شهر استکهلم سوئد با حضور 46 شرکت کننده برگزار شد. آقای قیصرپیری داور فقه و ابتدا بودن در این مسابقات. داور بعدی ما در از چهارمین داوری که خدمتتون معرفی می‌کنیم جناب آقای داور لحن، جناب آقای رحمت الله بیات از سوئد. بله، از کشور آلمان آقای احسان مهرداد. جناب آقای احسان مهرداد از کشور آلمان باعث رتبه اول شدن. الحافظ بالقرآن الكريم من هولندا الأخ عمر محمد مختار. تشكيل شكرا. جناب آقای عمر محمد مختار از کشور هلند. المرتبة الأولى في قسم الأذان الأخ عماد غضبان قاسم. نفر اول بخش تلاوت در اولین دوره مسابقات قرآن کریم جناب آقای سعید برادزاده از کشور آلمان رو یک بار دیگه تشکیل بدید. این مسابقات با برگزاری جشن میلاد با سعادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و برگزاری نماز جماعت به امامت حجت الاسلام و المسلمین محسن حکیم الهی ریاست مرکز اسلامی امام علی در استکهلم پایان یافت.